تروریست هم خیلی نمی قپا نمی برند ای دستم ای هر دستم هم خیلی مدد است نمی خیلی قپیده پویلیچ کشیده درن ماشین درورد اقرات کده. سربیناز نصرت‌اللهیوا ساکن شهر کلاب است. 2 هفته قبل او در نزد بینای شهرداری کلاب قصد به جان خود کرده دستانش را بریده بود. سببش را هم نادیدگیری مشکلاتش عنوان کرد. بعد این حادثه مقامات سربیناز را در بیمارستان روحی بستری کردند. 1 هفته آنجا ماند. بعد رخصت شدنش اکنون در دوشنبه قرار دارد. وکیل دفاع کرا کرده است و می‌خواهد مشکلش در نهادهای جمهوریوی بررسی شود. دیجورنی زنگ میزنن میآیند میبینن عریضه میگیرن میگن کوبی درنی خانه شاهد نداری هیچ چاره نمیبینن برین سود مراجعت کنین میگن تمام. در گنرال عریضه دادم عمدن درده گفتن ممکن است در آمدن کرانتینه گفتم فهموندم که کم جا ندارم قطعیم گودکم بنام سری یا سری لباس بر آمدگی ما خانه رفتن نمیتونیم لادمون میکنم با میگه خچگو کنیم از کرانتینه. سربیناز 36 ساله میگوید از سال 2007 به این سو با خواهر و برادرانش برای منزل پدریشان بحث دارد. تا حال 16 تشخیص سودی طبی از آسیب‌های جسمانی دارد. میگوید که هر تشخیص را بعد علت کوب شدنش از سوی برادر، مادر و خواهر و خواهرزاده‌هایش گرفته است، اما بار نسبت آنها از جانب مقامات چاره‌ای ناندیشیده اند. خانه را فروختنیند و در خانه زندگی کردن نیست. در کلاب شنبه است. در 2 ماه 3 ماه یک بار میآید 3 روز میسته میرود زن و کودکش اینجا در میخواد که خانه را فروشد شنبه خانه بگیره. این زن میگوید بعد جنگ و جنجال ها مجبور می شود که همراه پسری بیمارش چند روز را در خانه شناسایش گذراند. هرگاه به حجره خود برمیگردد باز مناقشه میخیزد. ای روزی 21 ماه 5 قطی بچهش گاز شپیدن ما در کوچه گشتیم خانه در اومدن نمیتونیم بدروی میزنن ما. مادر سربیناز میگوید که دخترش او را میزند و نمیگذارد که در خانه‌اش آرامانه زندگی کند. نگینما روزیه به علت خوب نبودن سلامتیش به صحبت ویدیویی راضی نشد، اما گفت چند مرتبه دخترش او را زیر علت کوب قرار داده است. او میگوید که 18-19 سال شد که یک پای آنها در اداره میلیسه است. حالا این قضیه را دادستانی شهر کلاب تحقیق میکند. در دادستانی هم از این بیشتر شرح ندادند. این باری اول نیست که زنها بعد مشکلات پی در پی قصد به جان خود میکنند. اولیما اوچیلوی 34 ساله شب 10 ایون بعد بحث‌های اولوی خود را آتش زده در بیمارستان درگذشته بود. با وجود آنکه تاجیکستان قانون درباره مبارزه با زورآوری در عائله را قبول کرده است و برنامه‌های دولتی پیشگیری از زورآوری در عائله برای سالهای 2014-2023 وجود دارد، حامیان حقوق میگویند زورآوری به زن در خانواده مشکل جدی میماند و حکومت تاجیکستان برای رفع آن به قدر کافی تلاش نمی‌کنند.